سلام. یکی از چیزایی که دیدم باز این دوستان ارزشی خیلی دارن گوشمالو میکنن، میگن جزیره افستین حالا جفری افستین که توش به کودکان تجاوز میشده، تو چرا هیچی نمیگی؟ یا در مورد میناب چرا هیچی نمیگی؟ نگاه کنید، من اگه چیزی میگم علت داره، چیزی هم نمیگم هم علت داره. در مورد میناب من فقط یک کوچیکی بهشتون اشاره کردم که گفتم که حدس من اینه که قرار بوده یه مقداری خون، اونم خون جوان تقدیم به شیطان بشه. حالا کی این کار کرده رو نمیدونم، ولی فعلا چیزی نمیگم تا بعد خدمت شما. در مورد جزیره افستین خیلی ها دیدم اینا دارن شلوغ میکنن، حالا اگه من کلمه‌ش رو اشتباه میگم ببخشید. نگاه کنید، اون اگه کاری هم میکنن نه ادعای خدا دارن، نه پیغمبر دارن، نه ادعای اسلام ناب محمدی دارن. آدمایی کسان دیگه هممون میدونیم دیگه چی کارن. من به مسائل اونا چی کار دارم؟ من الان به من مسئولیتی که داده شده مربوط به اطرافیان خودم و دوستان خودمه، دارم بهشون کمک میکنم در حد خودم و اطلاعات میدم. بعد ببخشید، ما اگه بخوایم مسائل اینجوری رو تو کشور خودمونم مثل اونجا راحت رسانه‌ای کنیم که قربونت برم دیگه، از خونه نمیتونیم خیلی همون بریم بیرون. خواهشاً کوتاه بیاین، چسبی مشکلات بزرگتری داریم. به این اون کار نداشته باشه یه چیزی رو بزنین تو سر کله هم دیگه. اونا هیچ ادعایی نکردن، ما ادعا کردیم. برای همینه که من گیر میدم به شما.